نگاه به مطبوعات. نگاه به مطبوعات. برنامه گزارشات مهم یک هفته. در این برنامه گزارشات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی یک هفته غزنی، افغانستان و جهان را شنوا باشید. این برنامه را روزهای پنجشنبه ساعت 8 صبح و تکرار آن را ساعت 6 شام همین روز از رادیو ملی غزنی فراموش نکنید. نگاه به مطبوعات. به نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، عرض سلام و وقت بخیر خدمت تمامی شنونده ها و نگاه به مطبوعات. شنونده های عزیز، خوشحال هستم که باز هم گزارشات مهم شما از آن قرار دارم. در این برنامه گزارشات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی یک هفته غزنی، افغانستان و جهان را شنوا باشید. یک شبکه رسانی در قریه انبرخیلی ولسوالی گیروی ولایت غزنی افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. شرح بیشتر در گزارش از همکارم ذکرالله رسولی. یک شبکه آبرسانی در قریه انبرخیلی ولسوالی گیروی غزنی در چوکات ریاست انکشاف دهات این ولایت با همکاری مالی مؤسسه یونسف به بهره برداری سپرده شد. مسئولین میگویند این پروژه 56 میلیون افغانی هزینه برداشته و برای 189 برنامه گزارشات مهمی را مهیا در این برنامه گزارشات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی یک هفته غزنی، افغانستان و جهان را شنوا باشید. این برنامه را روزهای پنجشنبه ساعت 8 صبح و تکرار آن را ساعت 6 شام همین روز از رادیو ملی غزنی فراموش نکنید. نگاه به مطبوعات. در همین حال باشندگان این قریه از اعمار این شبکه خوشحالند و میگویند که قبلا نابه شامل نگاه به مطبوعات برنامه گزارشات مهم حل شده است. در این برنامه گزارشات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی یک هفته غزنی، افغانستان و جهان را شنوا باشید. این برنامه را روزهای پنجشنبه ساعت 8 صبح و تکرار آن را ساعت 6 شام همین روز از رادیو ملی غزنی فراموش نکنید. نگاه به مطبوعات. آب نقش حیاتی در حفظ سلامت، پشتیبانی از محیط زیست و انجام فعالیت‌های روزمره نامیده می شود. نگاه به مطبوعات. برنامه گزارشات مهم در این برنامه گزارشات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی یک هفته غزنی، افغانستان و جهان را شنوا باشید. در دیگر بخش‌های ورزشی فعالیت کنند. این برنامه یک تیم ورزشی 12 نفری فوتبال نابینایان غزنی از سوی امریت المپیک این ولایت افتتاح و به فعالیت آغاز کرد. مسئولین ورزشی غزنی از نهادهای کمک رسان و مؤسسات می‌خواهند که این قشر جامعه را همکاری کرده و به آنان در بخش‌های مختلف کمک نمایند. 12 تن از نگاه به مطبوعات. نگاه به مطبوعات. برنامه گزارشات مهم یک در این برنامه گزارشات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی یک هفته غزنی، افغانستان و جهان را شنوا باشید. این برنامه را روزهای پنجشنبه ساعت 8 صبح و تکرار آن را ساعت 6 شام همین روز از رادیو ملی غزنی فراموش نکنید. نگاه به از سوی هم ورزشکاران نابینا میگویند خوشحالند که زمینه ورزش برای آنان فراهم شده است. آنان از نهادها و مؤسسات خواهان همکاری و توجه در بخش‌های دیگر زندگیشان را دارند. نگاه به مطبوعات. برنامه گزارشات مهم یک در این برنامه گزارشات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی یک هفته غزنی، افغانستان و جهان را شنوا باشید. این برنامه را روزهای پنجشنبه ساعت 8 صبح و تکرار آن را ساعت 6 شام همین روز از رادیو ملی غزنی فراموش نکنید. نگاه به مطبوعات. در ارتباط کار و وظیفه کوشش بیشتر کنند.
با گفته مسئولین نگاه ورزشی به بیش از 30 مطبوعات. تن نابینا در ولایت نگاه غزنی به نزد ادارهشان ثبت بوده و این اولین اقدام است که برنامه زمینه ورزشی گزارشات برای آنان مهمی فراهم گرفته. شده است. در این برنامه و گزارشات دستاوردهای مالی سیاسی، و انکشافی اقتصادی، 6 ماه اول سال اجتماعی، مالی در یک فرهنگی کنفرانس و مطبوعاتی ورزشی یک از سوی هفته مقام غزنی، ولایت غزنی با افغانستان و رسانه‌ها و جهان مردم را شریک شنوا شد. باشید. به گفته مسئولین مجموعه عواید این ادارات برنامه را مختلف این روزهای پنجشنبه ولایت ساعت بیش 8 از صبح 700 و میلیون تکرار افغانی آن را است که ساعت بیشتر 6 عواید شام همین از روز از ریاست‌های رادیو مستوفیت ملی و غزنی برشنا به فراموش دست آمده نکنید. است. نگاه باز هم به همکارم مطبوعات. رسولی با شرح بیشتر. دستاوردهای مالی و انکشاف 6 ماه اول سال مالی در یک کنفرانس مطبوعاتی از سوی مقام ولایت غزنی با رسانه‌ها و مردم شریک شد. نگاه به به گفته مسئولین مطبوعات. مجموعه عواید نگاه ادارات به مختلف در این مطبوعات. ولایت بیش از 700 میلیون افغانی است برنامه که بیشترین عواید از گزارشات ریاست‌های مهمی مستوفیت و برشنا در این به برنامه دست آمده است. گزارشات سیاسی، به گفته آنان اقتصادی، بیش از اجتماعی، 450 پروژه فرهنگی انکشافی و و خدماتی ورزشی در این ولایت یک تطبیق هفته شده است غزنی، که در آن اعمار افغانستان سرک‌ها، و جهان را تأسیسات شنوا پهنتون باشید. و پروژه های انکشافی شامل می این باشد. برنامه را خلاصه و روزهای پشورده پنجشنبه از ساعت فعالیت‌های 8 صبح مقام و ولایت تکرار غزنی آن را ساعت در 6 دو روز شام اول سال همین روز جاری از رادیو قرار ملی گزیده است. غزنی فراموش یک، نکنید. نگاه آغاز به کار تعمیر مطبوعات. ولسوالی‌های خوگیانی و رشیدان. دو، ادامه کار پروژه تعمیرهای توقیفخانه‌ها در 5 ولسوالی که عنقریب به بهره برداری سپرده خواهد شد. 3. نگاه تکمیل شدن به سرک‌های مطبوعات. ولسوالی گیلان، نگاه به مطبوعات. و قره‌باغ. برنامه گزارشات مهم یک هفته. در این برنامه چهار، گزارشات آغاز سروی و سیاسی، قرارداد بند زردالو اقتصادی، به اثر اجتماعی، تلاش‌های مداوم مقام فرهنگی ولایت و غزنی ورزشی که یکی از یک بندهای هفته مهم و حیاتی غزنی، بوده باشد. افغانستان و پنج، جهان را شنوا آغاز باشد. هموارکاری سن پانتون غزنی به حمایت و این برنامه را هدایت روزهای مقام پنجشنبه ولایت ساعت غزنی. 8 سیاست‌های صبح و معارف، تکرار صحت آن و را برشنا ساعت 6 همچنان شام همین دستاوردهای روز مهمی از رادیو داشتند ملی که در آن غزنی اعمار فراموش مکاتب، نکنید. توزیع نگاه مواد به درسی، فعال مطبوعات. کردن مراکز صحی و توزیع انکشاف برق شامل بود. به تعداد 123 هزار جلد کتاب درسی و قرطاسی باب در مکاتب مرکز و ولسوالی ولایت غزنی برای نگاه شاگردان به توزیع گردیده مطبوعات. است. نگاه به دو، مطبوعات. به همکاری مردم خیر 15 باب مکتب و مدرسه برنامه از طریق گزارشات ریاست معارف مهم یک به هفته. بهره برداری در این سپرده شده برنامه است. گزارشات سیاسی، سه، اقتصادی، ترمیم 17 باب اجتماعی، مکتب از بودجه فرهنگی و ورزشی محترم از یک بودجه هفته وزارت محترم غزنی، معارف افغانستان و در جهان ولایت را غزنی. شنوا باشد. 4. این برنامه تعمیر را یک باب روزهای مدرسه پنجشنبه دینی در ساعت ولسوالی 8 جغتو صبح و به تکرار ارزش آن را 1,700,000 ساعت 6 شام افغانی همین روز به از همکاری رادیو مردم ملی خیر غزنی به بهره فراموش برداری نکنید. سپرده شده است. نگاه به مطبوعات. 5. به تعداد 1120 معلم در صنف‌های محلی این ولایت به همکاری مؤسسات همکار مشغول خدمت می باشند. مقام نگاه ولایت به غزنی میگوید مطبوعات. این کنفرانس به نگاه هدف شفافیت به و مطبوعات. حسابدهی به مردم دایر گردیده بود که در آینده نیز برنامه چنین کنفرانس‌ها را گزارشات برگزار مهم یک خواهند هفته. کرد. در این برنامه و همچنان گزارشات شبکه‌های سیاسی، آبرسانی در اقتصادی، ولسوالی‌های مقبول و اجتماعی، گیلان ولایت فرهنگی غزنی و به بهره ورزشی برداری سپرده یک شد. هفته با غزنی، افتتاح این افغانستان شبکه‌های و جهان را بیش از شنوا باشد. 317 خانواده از آب روشنبینی صحی این مستفید برنامه را شدند. روزهای شرح پنجشنبه بیشتر ساعت در 8 گزارشی از صبح و همکارم تکرار ذکرالله آن را رسولی. ساعت 6 شام دو همین روز شبکه آب از صحی رادیو در ملی قریه غزنی شبنم فراموش ولسوالی نکنید. مقر و قریه نگاه گالی به ولسوالی مطبوعات. گیلان ولایت غزنی در چوکات ریاست انکشاف دهات این ولایت از سوی مؤسسه یونسف به بهره برداری سپرده شدند. مسئولین میگویند که از این شبکه ها نگاه 412 به خانواده مطبوعات. از آب آشامیدنی نگاه صحی به بهره مند مطبوعات. شدند. برنامه گزارشات مهم یک هفته. در این برنامه گزارشات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی یک هفته غزنی، افغانستان و جهان را شنوا باشد. این برنامه را روزهای پنجشنبه ساعت 8 صبح و تکرار آن را ساعت 6 شام همین روز از رادیو ملی غزنی فراموش نکنید. نگاه به مطبوعات. دا اوبه داسې فرض کړي لکه دا تیل چې تویېږي او څنګه یې سړي زړه ورباندې خویېږي خو کامې نه یې نگاه لورېږي یو به څاڅکی تیل مطبوعات. وولاکه انشاءالله څوک نگاه پرېږدي چې به وسوځي. مطبوعات. دا اوبه د ژوند ساینس ته دغسې قیمتي دي. برنامه دا اوبه گزارشات د موږ مهم داسې یک دغسې هفته. حیثیت در لري. این برنامه باشندگان محل گزارشات از اعمار این سیاسی، شبکه ها اقتصادی، خوشحالند و از امارات اجتماعی، اسلامی خواهان فرهنگی تطبیق و پروژه‌های ورزشی بیشتر را یک هفته در بخش‌های غزنی، زراعت و افغانستان آبیاری و دارند. جهان را شنوا باشد. این برنامه را روزهای پنجشنبه ساعت 8 صبح و تکرار آن را ساعت 6 شام همین روز از رادیو ملی
غزنی فراموش نکنید. نگاه به محترم و مطبوعات. شیران ورسولو او پاک او مو ته ورسېږي انشاءالله موږ ډېر خوشحاله یو. موږ د اسلامي امارت غواړو چې په ګیلان کې په نورو کلیو کې هم ټانکۍ راته جوړې کړي، نه یوازې داسې ټانکۍ راته جوړې کړي. په زراعتي نگاه بخش کې به موږ مطبوعات. اوبو ته ضرورت لرو. باید نگاه بندونه به وتړل شي چې مطبوعات. ډیمونه جوړ شي. باید په زراعتي بخش کې موږ کار وکړو. برنامه گزارشات مسئولین ریاست مهمی انکشاف دهات در این در ولایت این برنامه اطمینان می‌دهند گزارشات تا چهار سیاسی، سال آینده مشکل آب اقتصادی، صحی در تمام اجتماعی، ولسوالی فرهنگی ولایت و حل ورزشی شده و یک می‌افزایند هفته که کار غزنی تکنیکی بعض افغانستان شبکه‌های و جهان دیگر را نیز شنوا جریان باشد. دارد. راه اندازی برنامه این از برنامه راه رو کشت روزهای مواد پنجشنبه مخدر ساعت و 8 معرفی صبح بدیل آن و برای تکراری آن دهقانان را از سوی ساعت 6 وزارت شام زراعت همین و روز گری و از رادیو مالداری ملی کشور در غزنی ولایت فراموش غزنی. نکنید. مسئولین نگاهی به میگویند که کشت این مطبوعات. گیاه مضر در سطح کشور به صفر تقرب یافته. به گفته مسئولین این وزارت، در بدیل کشت مواد مخدر به شمال ولایت غزنی، در چندین ولایت دیگر نگاه کشور به زمینه ایجاد مطبوعات. باغ‌های مثمر و نگاه کشت به گیاه‌های مفید را مطبوعات. برای دهقانان مساعد کرده است. برنامه همکارم گزارشات ذکرالله مهمی رسولی گزارش می‌دهد. در این برنامه گزارشات برنامه سیاسی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ورزشی یک هفته غزنی افغانستان و جهان را شنوا باشد. دهقان در ولایت غزنی را اندازی شد. این برنامه را مسئولین روزهای میگویند پنجشنبه که ساعت با آمدن 8 نظام صبح امارت و اسلامی تکراری در آن را کشور ساعت 6 کشت شام این گیاه به همین روز صفر از تقرب رادیو نموده. ملی به غزنی گفته فراموش مسئولین نکنید. این وزارت نگاهی کوشش به میکند که مطبوعات. پروژه های زراعتی را در بدیل این گیاه تطبیق کنند. به گفته آنان وزارت زراعت آبیاری و مالداری کشور در بدیل کشت مواد مخدر به شمال ولایت نگاه به غزنی در چندین مطبوعات. ولایت دیگر نگاه نیز به زمینه ایجاد مطبوعات. باغ‌های مثمر و کشت گیاه‌های مفید را مساعد برنامه کرده است. گزارشات مهمی در این برنامه گزارشات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی یک هفته غزنی افغانستان و جهان را شنوا باشد. این برنامه را روزهای پنجشنبه ساعت 8 صبح و تکراری آن را ساعت 6 شام همین روز از رادیو ملی غزنی فراموش نکنید. نگاهی به مطبوعات. ټول افغانستان کې د کوکنارو او د بنګو او د نورو مواد مخدرو د کښت د مخنیوي په موخه باندې فرمان نگاه شیخ صاحب به حفظه الله مطبوعات. په فرمان کې نگاه به مطبوعات. برنامه گزارشات مهمی در این برنامه گزارشات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی یک هفته غزنی افغانستان و جهان را شنوا باشد. و از حکومت می‌خواهند که در این بدیل برنامه را گیاه روزهای با آنان پنجشنبه همکاری ساعت 8 بیشتر صبح نمایند. و تکراری آن را ساعت 6 شام همین روز از رادیو ملی غزنی فراموش نکنید. نگاه به مطبوعات. دهقانانو او خلکو ټولو دا په ګډه هوډ کړی. نگاه به مطبوعات. نگاه به مطبوعات. برنامه گزارشات مهمی در این برنامه گزارشات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی یک هفته غزنی افغانستان و جهان را شنوا باشد. این برنامه را روزهای پنجشنبه ساعت 8 صبح و تکراری آن را ساعت 6 شام همین روز از رادیو ملی غزنی فراموش نکنید. نگاه به مطبوعات. نظام کې د موږ د تاسې شرف و مال او ناموس او عزت خوندي ده. به گفته مسئولین قبلا 333,000 هکتار زمین نگاه کشت به میشد مطبوعات. که با حاکمیت امارات نگاه اسلامی به این مطبوعات. رقم به صفر تقرب نموده. برنامه گزارشات مهمی در این برنامه گزارشات سیاسی، 108 تن از اقتصادی، یک مرکز اجتماعی، آموزشی حرفه‌ای فرهنگی 6 و ماهه ورزشی سوی یک مؤسسه هفته HHRD غزنی در افغانستان چوکات و ریاست کار جهان و را امور شنوا اجتماعی باشد. غزنی فارغ شدند. مسئولین میگویند این این اشخاص برنامه که را شامل روزهای معلولین و پنجشنبه خانم‌های ساعت بی 8 سرپرست صبح و هستند تکراری آن در را بخش‌های ساعت 6 ترمیم شام موبایل، همین روز خیاطی و از رادیو مرغداری ملی آموزش غزنی دیدند فراموش که بعد از نکنید. فراغت نگاه بسته‌های به کاری را نیز مطبوعات. در بخش‌های مربوطه‌ایشان به دست آوردند. باز هم همکارم ذکرالله رسولی با جزئیات بیشتر. 108 تن جوان معلول و خانم‌های بی سرپرست از بخش‌های ترمیم موبایل، خیاطی و مرغداری نگاه قابل به آوردن مطبوعات. بسته‌های کاری از یک دوره آموزشی 6 ماهه برنامه از یک مرکز گزارشات آموزشی مهمی حرفه‌ای است. مؤسسه در این برنامه گزارشات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مسئولین ورزشی یک فارغ شدگان هفته در جریان کار غزنی ماهانه افغانستان سفریه و جهان را شنوا مواد باشد. خوراکی همچنان به دست می‌آوردند. این برنامه را مسئولین در روزهای زمینه پنجشنبه ورزش ساعت حرفه در 8 جامعه صبح نیز و صحبت‌هایی تکراری آن را داشتند. ساعت 6 شام همین روز از رادیو ملی غزنی
غزنی فراموش نکنید. نگاه به مطبوعات. معلول شخص د بل چا خدمت وکړي، د بل چا لاسنیوي وکړي، دا د دې لپاره خپل یو غټ څه دی، هم د کورنۍ لپاره، هم روزمره یو عواید پیدا کیږي او دا رقم نگاه به مطبوعات. نگاه به مطبوعات. برنامه گزارشات مهم یک هفته. در این برنامه گزارشات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی یک هفته غزنی، افغانستان و جهان را شنوا باشید. این برنامه را روزهای پنجشنبه ساعت 8 صبح و تکرار آن را ساعت 6 شام همین روز فارغ شدگان که اکنون میتوانند با استفاده از حرفهشان مصدر خدمت در جامعه قرار گرفته از امارات اسلامی و مؤسسه همکار خوشحالند. موږ هغه کسان یو چې د کورنۍ سرپرستان یو او د کورنۍ هغه خلک چې نگاه به مطبوعات. نگاه به مطبوعات. برنامه گزارشات مهم یک هفته. در این برنامه گزارشات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی یک هفته غزنی، افغانستان و جهان را شنوا باشید. این برنامه را روزهای پنجشنبه ساعت 8 صبح و تکرار آن را ساعت 6 شام همین روز حرفه در جامعه تاثیرات اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی دارد که از طریق ایجاد شغل و افزایش تولید و توسعه اقتصادی کمک می‌کند. به نقل از خبرنامه ریاست امری معروف نهی از منکر ولایت غزنی، ریاست اعلام کرده که با تلاش‌های محتسبین این نگاه به مطبوعات. برنامه گزارشات مهم یک هفته. در این برنامه گزارشات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی یک هفته غزنی، افغانستان و جهان را شنوا باشید. احکام شریعت اسلامی در مورد برنامه زنان و حسن معاشرت با همسر و تکرار آن را ساعت 6 شام همین روز از رادیو ملی غزنی جلسه کمیته ولایتی مبارزه با مواد مخدر با حضور مسئولان ادارات زیر برگزار شد. در این جلسه معاون مقام ولایت غزنی راهنمودهایی در خصوص جلوگیری از کشت، خرید، فروش و مصرف مواد مخدر را داد و بر اجرای فرامین امیرالمومنین نگاه به مطبوعات. برنامه گزارشات مهم یک هفته. در این برنامه گزارشات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی یک هفته غزنی، افغانستان و جهان را شنوا باشید. در کمپ 500 بستر این ولایت این برنامه را روزهای پنجشنبه ساعت و همچنین به نقل از خبرنامه قماندانی امنیتی ولایت غزنی روز سه‌شنبه هفته روان دو رویداد ترافیکی در مسیر شاهراه کابل کندهار در مربوطات این ولایت رخ داده است. در خبرنامه آمده است که در حادثه نخست در منطقه مشکی ولسوالی قره‌باغ یک موتر نوی 580 با 5 موتر مسافربری برخورد کرده. نگاه به مطبوعات. برنامه گزارشات مهم یک هفته. در این برنامه گزارشات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی یک هفته غزنی، افغانستان و جهان را شنوا باشید. موتر مسافربری تصادم کرده. این برنامه را روزهای پنجشنبه ساعت 8 صبح و تکرار آن را ساعت 6 و نیز به نقل از خبرنامه شاربالی غزنی ریاست به منظور تامین نظم و سهولت رفت آمد نظارت جدی بر پیاده‌روها و جاده‌های عمومی در ناحیه اول را آغاز کرده است. در این روند کراچی ها، دستفروشان و وسایطی که به گونه غیر قانونی در جاده ها پارک شده بودند جمع‌آوری شدند. نگاه به مطبوعات. برنامه گزارشات مهم یک هفته. در این برنامه گزارشات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی یک هفته غزنی، افغانستان و جهان را شنوا باشید. سردار محمد مدنی معاون مقام این ولایت برگزار گردید. در این نشست رؤسای شاربالی ترانسپورت دفتر مقام ولایت و مدیریت عمومی ترافیک حضور داشتند و هر یک از مسئولان مربوطه گزارش‌ها و برنامه‌های خویش را در راستای بهبود نظم و انضباط شهری راه نمودند. شنونده های رادیو ملی غزنی و علاقمندان برنامه نگاه به مطبوعات، این بود از آخرین رویدادها و نگاه به مطبوعات. برنامه گزارشات مهم ولایت سمنگان در این برنامه گزارشات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی یک هفته غزنی، افغانستان و جهان را شنوا باشید. زلزله نیمه شب در ضمن صدها زخمی و برنامه را روزهای پنجشنبه ساعت 8 صبح و تکرار آن را
ساعت 6 شام همین روز از رادیو ملی غزنی فراموش نکنید. نگاه به بلکه امید و آرامش صدها خانوادگان نیز در زیر آوار بود. باشندگان سمنگان پس از سپری نمودن 30 شب بدون سرپناه در کنار خانه‌های ویران اکنون نگاه به مطبوعات برنامه گزارشات مهمی در این برنامه گزارشات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی یک هفته غزنی، افغانستان و جهان را شنوا باشید. چیزی نمونده که کدام کونه و کالایی که داشتیم همش مایده شده، تخریب شده، خیلی رفته. فعلا بدار دما یک سرپناه جور کنه که ما روزی ما را تیر کنیم. چی کنیم در این زمستان؟ اگر تابستان باشه مردم در روی یک زمین و در یک چیز هم یک شال و یک چیز گرفتار کرده خواب کرده میشه. مسئولین محلی سمنگان از آمار تخریب‌های این حادثه به طور کلی و نسبی یاد نموده و از اعزام تیم‌های سربی نگاه به از سوی ریاست نگاه به مطبوعات در برنامه گزارشات مهمی در این برنامه گزارشات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی یک هفته غزنی، افغانستان و جهان را شنوا باشید. خانه هایی که این برنامه رو روزهای پنجشنبه ساعت 8 صبح و تکراری آن را ساعت 6 شام همین روز از رادیو ملی احتمال دارد آمارش از این قدم بالا برد. از تمام نهادهای خیر، از تمام تجارای خود و از تمام نهادهای بین المللی که در حصه کمک اونها تواجد دارند میخواهیم تقاضا داریم که بیچاره مردم دستگیری بکنن. نگاه به مطبوعات برنامه گزارشات مهمی در این برنامه گزارشات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی یک هفته غزنی، افغانستان و جهان را شنوا باشید. نهادهای کمک کننده و دفاتر ملی و بین‌المللی در ولایت سمنگان در ولایت‌های مختلف فعلا در حالت سروی هستند و یکی ده که جنسان مثلا مواد غذایی و غیر غذایی خریده شدن. با ما بسیار نهادهای کمک کننده وعده کردن که انشاءالله صبح میرسه و با ولسوالی خلم و حضرت سلطان و فیروز نقشیل به شمول ایبک انشاءالله به مردم توضیح میدیم. در حال است پس از زلزله شب در نگاه به مطبوعات برنامه گزارشات مهمی در این برنامه گزارشات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی یک هفته غزنی، افغانستان و جهان را شنوا باشید. به زلزله زدگان ولایت‌های شمال کشور روز خرسندی می‌کنند. شرح بیشتر در گزارش از همکاران. در پی زلزله شدید صدها تن در ولایات شمالی شهید و مجروح شدند. باشندگان ولایت بغلان ضمن همدردی به آسیب دیدگان زلزله از همکاری به موقع امارت اسلامی به آسیب دیدگان زلزله ستایش کرده. میگویند که امارت اسلامی در جهت کمک به زلزله زدگان ولایات سمنگان نگاه به مطبوعات برنامه گزارشات مهمی در این برنامه گزارشات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی یک هفته غزنی، افغانستان و جهان را شنوا باشید. این برنامه را روزهای پنجشنبه ساعت 8 صبح و تکراری آن را ساعت 6 شام همین روز از رادیو ملی غزنی فراموش نکنید. نگاه به مطبوعات شهید شده برای اونا رو انتقال به خانه‌هایشان رسانده پس به جای هم. همچنان شمار دیگری از باشندگان ولایت بغلان از همکاری دکتران و عرضه خدمات شفاخانه ها در ولایات زلزله زده قدردانی کردند. میگویند که زخمیان زلزله زده برنامه گزارشات مهمی در این برنامه گزارشات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی یک هفته غزنی، افغانستان و جهان را شنوا باشید. برای همه ما ضروری این برنامه را روزهای پنجشنبه ساعت 8 صبح و تکراری آن را ساعت 6 شام همین روز از رادیو ملی غزنی فراموش نکنید. نگاه به مطبوعات برای کلگی قابل قدر است. ما تشکر می‌کنیم. خدا قوت کنه. گفتنی است که بزرگی زلزله 6.3 ریشتر اعلام شده و مرکز آن ولسوالی خلم سمنگان بوده و باشندگان آن نگاه به مطبوعات برنامه گزارشات مهمی در این برنامه گزارشات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی یک هفته غزنی، افغانستان و جهان را شنوا باشید. رسمی در زلزله شب دوشنبه در ولایت‌های شمال کشور نزدیک
به 1000 تن شهید و زخمی شدند. یک نفر از منزل دوم خود غلطان نگاه به مطبوعات تو افغان نشد و گردن ما مایده شد و دستی اونا هم افغان شد. بعد از او باز بیهوش شده بودیم، در شفاخانه ما را برده بود. نگاه به برنامه گزارشاتی مهمی در این برنامه گزارشات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی یک هفته غزنی، افغانستان و جهان را شنوا مسکونی باشندگان این ولایت‌ها را نیز ویران کرده است. آسیب دیدگان ضمن استقبال از کمک‌های امارت اسلامی در بخش‌های مختلف، نبود سرپناه را از مشکلات اساسیشان دانستند و از نهادهای بین‌المللی خواستار همکاری در این زمینه هستند. ما می خواهش ماست که بیا اگه امو خانه را پس برای ما ترمیم میکنه، جور میکنه، اینه می خواهش ما از مؤسسه از دولت داریم. این تو مریض آمدگی است که یک گولی را گرفته نمیتونه. خواست ما از دولتی است که کمک کنه برش بیاید. برنامه گزارشاتی مهمی در این برنامه گزارشات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، افغانی و اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث از کمک‌های صحی، غذایی و غیر غذایی برای آسیب دیدگان این زلزله اطمینان می‌دهند. برنامه را روزهای پنجشنبه ساعت 8 هیوادوال متفیان شوی دي همدارنګه ویشتل هیوادوال مخبر ژوند له لاسه ورکړي او شهادت رسیدلی دي. له بده مرغه چې په دغه ټپیانو کې نږدې 413 شاوخوا په سمنګان ولایت کې همدارنګه د 415 په شاوخوا کې په بلخ ولایت کې ټپیانو شتون درلود. همدارنګه د بغلان ولایت، جوزجان ولایت، سریپول ولایت او د ترڅنګ په کندوز ولایت کې هم ټپیان درلودل. برنامه گزارشاتی مهمی در این برنامه گزارشات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی یک هفته غزنی، افغانستان و جهان را شنوا باشید. این برنامه را روزهای پنجشنبه ساعت 8 صبح و تکرار آن را ساعت 6 شام همین روز از رادیو ملی غزنی فراموش نکنید. نگاه به مطبوعات. زلزله مرگبار ولایت‌های شمال کشور علاوه بر واکنش‌های داخلی، واکنش‌های بین‌المللی را نیز به همراه داشته است. سازمان همکاری‌های اسلامی، عربستان سعودی، روسیه، چین، بحرین و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان همکاری‌هایشان را برای آسیب دیدگان این حادثه اعلام کردند. ما از تمام اعضای خود و نهادهای بشردوستانه می‌خواهیم تا به آسیب دیدگان این فاجعه کمک رسانی کنند و به دفتر همکاری‌های اسلامی در افغانستان وظیفه سپرده شده تا با مقامات مربوطه هماهنگی کرده تا کمک‌های لازم به قربانیان برسد. نگاه به مطبوعات. مسکو مراتب تسلیت عمیق خود را به خانواده‌های قربانیان ابراز داشته و برای تمام مجروحان شفای عاجل آرزو می‌نماید. روسیه آمادگی خود را برای ادامه کمک‌های بشردوستانه به مردم دوست افغانستان یک بار دیگر اعلام می‌کند. این زلزله در کنار ولایت‌های سمنگان و بلخ از باشندگان ولایت‌های کندوز، بغلان، بدخشان، سرپل و جوزجان نیز قربانی‌های جانی و مالی گرفته است. این باشندگان از نهادهای ملی و بین‌المللی خواهان کمک‌های بشردوستانه و ساخت سرپناه هستند. پنجشنبه ساعت 8 صبح و تکرار آن را ساعت 6 شام همین روز از رادیو ملی غزنی فراموش نکنید. نگاه به مطبوعات. چند رویداد خارجی می‌زنند. سیاستمدار 34 ساله دموکرات در انتخابات شهربانی نیویورک توانست حداکثر آرا را کسب کرده و به عنوان اولین شهروار مسلمان شهر انتخاب شود. نگاه به مطبوعات. برنامه گزارشاتی مهمی در این برنامه گزارشات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی یک هفته غزنی، افغانستان و جهان را شنوا باشید. و آنان را پاسخگو خواهند کرد. این برنامه را روزهای پنجشنبه ساعت 8 صبح و تکرار آن را ساعت 6 شام همین روز از رادیو پیروزی زهران ممدانی بودجه فدرال این شهر را کم خواهد کرد. شنونده های رادیو ملی غزنی و علاقه‌مندان برنامه، این بود از آخرین داشته ها و رویدادهای اخیر غزنی، کشور و منطقه.
امید است که تا این لحظه ما را همراهی کرده باشید. نگاه تا به برنامه بعد که مطبوعات. بازم من حسب العاده در خدمت شما قرار برنامه میگیرم. گزارشات شما را به خداوند مهمی همتا و مهربان در این برنامه می‌سپارم. گزارشات سیاسی، الله اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی یک هفته غزنی، نگاه به جهان را شنوا باشید. برنامه گزارشات مهمی در این برنامه گزارشات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی یک هفته غزنی، افغانستان و جهان را شنوا باشید. این برنامه را روزهای پنجشنبه ساعت 8 صبح و تکرار آن را ساعت 6 شام همین روز نگاه به مطبوعات فراموش نکنید. نگاه به مطبوعات. برنامه گزارشات مهم یک هفته. در این برنامه گزارشات